چند تا نکته خیلی مهم درباره GTA 6. پیش فروش بازی از 4 تیر شروع شده. نسخه Ultimate Edition $100. نسخه Standard Edition $80. مزیت اول، شما با $4 تیر این بازی رو میخرین، اما توی آبان معلوم نیست با چه قیمت دلاری میخرین. مزیت دوم، شما قبل عرضه بازی می توانی دیتای بازی را دانلود بکنی و موقعی که بازی عرضه شد سریع می توانی بری بازی کنی. GTA 6 برای ایکس باکس های سری S و X و برای PS 5 عرضه میشه. اگه تأخیر نخوره بازی 28 آبان عرضه میشه. به نظر شما تأخیر میخوره دوباره یا نه؟